یک حرکتی که مقصد دارد حقیقت اسرائیل را به دیگر کشورهای جهان نشان دهد که اشغالگر اسرائیل یگان قانون انسانیت را رعایت نمی‌کند تا به افریقا نیز رسیده است. دانشجویان سنگال برآمد سفیر اسرائیل یوول وکس را ویران کردند و او را سخت از تالاری که در آن یک همایش علمی برگزار میشد پیش کردند. این همایش درباره مناسبت‌های بین المللی بود و از طرف دانشگاه شیخ انتا دیاب در پایتخت کشور شهر دکر تشکیل شده بود. دانشجویان سفیر را وقتی که وارد شد با شعارهای مثل فلسطین را آزاد کنید، غزه را رها کنید و کودکان را نکشید او را پیشواز گرفتند. در آخر مجبور کردند که سفیر تالار را ترک کند. بسیار آدمان در شبکه‌های اجتماعی به دانشجویان آفرین خواندند و گفتند که کاری که آنها کردند دلیری و انسان دوستی بود. آنها گفتند که وقتی حکومت‌ها نمی‌خواهند یا نمی‌توانند ضد جنایتکاران عمل کنند، همین گونه راه‌ها مثل راندن سفیران می‌تواند یک راه تأثیرگذار باشد. فعالان هشدار دادند که اسرائیل کوشش دارد به کشورهای افریقا توسط سفارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها وارد شود و نظارت و تأثیر خود را زیاد کند. آنها از حکومت سنگال خواستند که فوراً روابط دیپلماتی را با اسرائیل قطع کند. خصوصاً از آن می‌ترسند که اسرائیل کوشش دارد میان دانشجویان و جوانان تأثیر خود را زیاد کند و به آنها سازشنامه‌های تعریف کند که به منفعت اسرائیل است. یادآور می‌شویم که در ماه اپریل امسال سفیر اسرائیل در افیوپیا اورام نیکیزا نیز از یک کنفرانسی که به خاطره قتل عام سال 1994 در رواندا بخشیده شده بود بیرون کرده شد. این همایش در آدیس آبابا پایتخت افیوپیا برگزار می‌شد. سبب آن هم اعتراض بعضی کشورهای افریقا بود که به بمباران و گرسنگی مردم غزه سخت ناراضگی داشتند.